دوستان یه نکته خیلی خیلی مهم رو میخوام بهتون بگم که ایشالا اگه اومدید مهاجرت کردید اومدین کانادا خیلی حواستون باشه. زمانی که شما از هر اپلیکیشن کالایی سفارش میدید معمولا میاد و توی لابی قرار میگیره. شما اگر حواستون نباشه که کی بستون رسیده ممکنه خیلی راحت آدما از این مسیری که مربوط به لابی هست بیان رد بشن و وسایل شما رو بدزدن. شما هیچ کاری نمیتونین بکنید. تنها کاری که میتونید بکنید برید ببینین از آفیس بپرسید که ببینید که چرا بستتون نیست یا کامرا رو بهتون نشون بدن. اما بازم دزد رو نمیتونید دستگیر بکنید یا کاری بکنید. دقیقاً این اتفاق برای دوست من اتفاق افتاد. یه کیفی که سفارش داده و کیف کاستومایز شده بود سفارش داده بود رو اینجا بسته‌شو گذاشته بودن و یک نفر خیلی راحت اومده بود اون بسته رو برداشته بود و رفته بود. حتی از این ساختمون هم نبود. تنها کاری که دوست من کرد شروع کرد در واقع 1-2 روز توی اپلیکیشن کیجیجی یا اپلیکیشن مارکت پلیس، جاهایی که معمولا میرن کالاها رو میفروشن، اونجا چک کرد و دید که یک فردی دقیقاً همون کیف کاستومایز شده رو اونجا برای فروش گذاشته و با اون دزده در واقع قرار گذاشتن که برن کیف ازش بخرن و بعد توی همون جلوی در خونهش موقعی که کیف ازش گرفتن بهش گفتن که اگر ما میدونیم که اینو دزدی کردیم، ما زنگ میزنیم به پلیس و همین کار کردن و زنگ زدن به پلیس و بعد متوجه شدن که این فرد اصلا کارش این بوده